که اینها قصه جنسی پیامبرشون با عایشه برشون تابو نیست که ما میدانیم، در کتاباشون هم آمده، اینا البومش خودش در دست ما داده. روایت 350 کتاب نازنین باش نشانتان بودم اسم کتاب صحیح مسلم. میریم به متن روایت. میگه که از عایشه، خود دخترک میگه، مادر مؤمنان، نقل است که گفت فردی از رسول خدا در مورد مردی پرسید که با همسر خود جماع میکند، یعنی سکس میکند، قصه جنسی، و به سبب ضعف، یعنی حالت تناسلی کمک مشکلات داره، به مرحله انزال نمیرسد، یعنی خلاص نمیکنه، باش کامیانه براتان بوی مشکل ارضا نمیکنه، آیا غسل بر آن دو واجب است؟ عایشه هم ششته دوستان، عایشه ششتگی است. موضوعات جنسی به پیامبر اسلام توسط مردا گفته میشه. رسول خدا در حالی که عایشه نزد ایشان نشسته بود فرمود من و این، یعنی عایشه، چون این عمل انجام میدهیم و سپس غسل میکنیم. ما و عایشه سکس میکنیم باز غسل میکنیم و ما هم مشکل را دارم، یعنی از من ضعیف از حالت تناسلی. پیامبر سست